اون صحیفه که دیر باز هم انتظارش بودیم. خواجه‌زاده بهروز چمپیون جهان در رشته گشتین سامبو. بعد اون چندین ده ساله های دیر انتظاری خواجه‌زاده بهروز توانست که به مطلب و مقصد اساسی خود رسد. این رو هم صحیفه درخشان ورزش کشور باز دیگر بار هم ثابت کننده است. اکسوس بنجامین ورزشگری 28 ساله فرانسه اکنون در مقابل پهلوان ما قرار دارد. خواجه‌زاده بهروز خیلی یک تنفس طولانی داشت. به هر دو برای اون فشار نادرستشان داور رمزی سیدوف از جمهوری ازبکستان شیدا می‌دهد. با تدریج می‌بینیم که آهسته آهسته به همین مرحله پهلوان ما نزدیک می‌شود. رقیب حریف ما در پاریس ماه فوریه در مسابقات گرند اسلم جای سوم گرفت. در جام اروپا پیشتر هم سال 2018 صاحب مدال برنجی شده بود. این نشان داد باعث نگرانی یا هراس خواجه‌زاده بهروز نخواهد شد فکر میکنم. و پهلوان 27 ساله تاجیکستان با یک جدیت صمیمیت حالا باز ادامه رقابت ها را خواهد که جالب تر سازد. یک و نیم دقیقه از نیروسنجی ها سپری شد. خواجه‌زاده بهروز یک مدال برنجی گرند پری دارد. از مسابقات گرند اسلم و گرند پری این دستاوردی بهترش همین است. این هم سپتامبر سال 2019 در همین میدان بود. شهر تاشکند جمهوری ازبکستان در 2 ثانیه آخرین پهلوان ما از مدال طلا محروم گردیده بود. باید در گرند اسلم هم یک جایزه سوم دارد. دستاورد بهترین این هم جایزه سوم در اکاترینبورگ مارت سال 2019 به او نصیب گردید. و با همین ترتیب خیلی مشورت و وزاری دقیقاً بدون است. بله این کار هم در سمت دریافت واقعا فرصت مناسب پیدا گردید و دیدیم که بسیار هم پهلوان محبوب ما در این جریان با همون مسئولیت با همون صمیمیت میدانداریش خیلی خوب درک کرد که این پرتاب حرکت مناسب است جهت نایل گردیدن امتیاز وزری چنین هم کرد. حالا وقت زیادتر است. بیاید یک بار دیگر ببینیم که در این روند خواجه‌زاده بهروز از رقیبش چگونه امتیازی تانست. اولا حرکت اکسوس بنجامین بود برای البته فشار بیشتر جهت صاحب گردیدن امتیاز. اما خواجه‌زاده بهروزی 27 ساله خیلی در سبقت یک مسئولیت دیگر را درک وطنداری و احساس بزرگ میهم پرستی را خوب مورد نظر قرار داد و این کار را توانست که در این جریان باز هم خوبتر انجام دهد. انا همان حالت وزنین قهرمانی جهان را میماند که خواجه‌زاده بهروز بسیار هم با تلاش مبارزه چی کاری را انجام داد. اما بعد این حرکت میبینیم که در نمالوحه در تابلو با اصطلاح وزر این کار شد و اکنون دقیقه آخرین تلاش پهلوانان در راوند اول است. این باز هم جهت های فرق کننده خود را دارد که ابتدا اکسوس بنجامین به حرکتش چگونه ادامه بخشید و سپس خواجه‌زاده بهروز این کار را چطور خاتمه داد. به این نکته توجه میکنیم خواجه‌زاده باید پای راست خود را هرچه زودتر از این حالت بیرون کند
و فرصتی بعد تخت پوش نگاه داشتن رقیب رو پیدا سازد، اما چنین نشد. کار به همان نقطه نهایی رسید. به وقت اضافه برای دریافت امتیاز طلایی اکنون پهلوانان مبارزه خواهند برد. رمزی سعید و اول به پرتافت ورزشگری تاجیکستانی بهای مناسب دادند که اینجا بعدی توقف یا بعد نظاره حالتهای تکراری تغییرات در نتایج به عمل آمد. یعنی وزیر سفید پوش تاجیک این کار کرده شد، بیکار کرده شد. با که نیست، حالا باز وقت اینجا هم بدون محدودیت است. اکنون بیشتر دفاع کند، متوجه باشد و نظاره را هم جدیتر به راه ماند خواجه‌زاده و گشتینی خوبی خود را نشان دهد. معلوم است که خواجه‌زاده توقف طولانیش بر رفع سبقت تاثیر رسانیده است. در صحبت با ما صدرالدین عابدوف هم اندیشه نظر کردند که البته به میدان نبرآمدن خواجه‌زاده با امروز با علت همان آسیابیابیش و سرمربی منتخب ما محمد مراد عبدالرحمنوف حالا از فاصله اینا چندان دور توصیه می‌دهد. از بالا اشاره دستش همان را افاده میکند که از بالا داشتن بسیار برای خواجه‌زاده مفید است. سه اصول خاص و دوست داشته و علاهیده خود را دارد خواجه‌زاده هنگامی که از بالا می‌دارد. یعنی چند ترتیب پرتاب‌ها به وجود می‌آیند. قامت پهلوانی وزری هست، چرا وزری نباشد؟ چرا این لحظه هم وزری نباشد؟ آنگاه ندانم که کار در این زمینه چگونه صورت میگیرد. رمزی هم شبهه دارد به این پرتافت. بیاید یک بار دیگر ببینیم خواجه‌زاده بهروز پوشناکی حرکتی که در اینجا انجام داد، بعد این هر دو پای را و دست چپ رقیب را داشت و نهایتاً این حرکت را بدون ایست و باخل برده رسانیده توانست. وزری میگیرد یا نه؟ 50-50 اندک که توقف یا ایستی موجود بوده بحث رو به میان میارد. و در حقیقت هم خواجه‌زاده بهروز توانست که ثابت کند که اون نفر تصادفی نیست، هرچند که توقف داشت از حساب علت آسیب دیده‌اش، اما این مرحله را خوب و آهسته و با مرام و سریع وقتی انجام داد و اکنون خوشبختانه در این دیدار هم جوان 27 ساله تاجیک خواجه‌زاده بهروز موفق می‌گردد و به مرحله دیگر می رود، به مرحله که او را پهلوان مالدا و انتظار است. استرپو با اکنون پری که سنتیابر برگزار شد، سنتیابر سال سپری شده، با فینال برآمده بود، جای دوم گرفت. در انتالیا مدال برنجی دارد در مسابقات گرند اسلم. دو جایزه که اکنون پهلوانی مالداوا دارد. ورزشگری ما هم مدال نقره گرند پری و مدال برنجی مسابقات گرند اسلم دارد. حالتی چندان مساعد نبود خوشبختانه برای رقیب خواجه‌زاده. در مورد توقف طولانی خواجه‌زاده بهروز گفتیم، نبودن این چهره هم قریب یک سال در میدان‌های با شکوه با کسبیتش تا اندازه تاثیر رسانید. این گفته‌ها را هم صدرالدین عابدوف کاملا تصدیق کردند هنگام مصاحبه و با همین ترتیب بعدی که چون باز هم دیگر باره به میدان برآمد، الکی به تدریج و آهسته همان مجروی اوله خود را پیدا میکند. حالا امکان پذیر بودن این لحظه ها را ما میتوانیم دیگر باره هم ثابت سازیم. دستی راست را خواجه‌زاده بهروز
саривақт дошта натавонист, чунки Стерпу ин вазъиятро хубтар фаҳмид, дифои саривақтӣ анҷом дод. агар аз сари остин аз ҳарду сари остинам гирад, ин ҳам мувофиқи матлаб аст. яъне хеле муносибу хеле шоиста хоҳад буд. ба хоҷазода беҳрӯз ҳам барои ин иштибоҳаш шидои дуюм доданд, ки вазъро боз мураккабтар мекунад. аммо дар табло ин ҳолатро мо надидем. маълум намоён шуд. хоҷазодаи партофти саривақтиро ҳам хеле хуб нишон дод ва фикр мекунам дар ин раванд боз ҳам довар ба наворҳои такрорӣ ниёз дорад ки ин лаҳзаро боз ҳам коршиносон манзур намоянд ва хулосаи амиқ ва мушаххаси худро роҷеъ ба партофти охирини паҳлавони тоҷик муайян созад. як бори дигар аз он нима агар боз ҳам дурахшонтар мешуд, китфаш андаке такякунанда ба ҳолати тахтапушт буд ё на, аз ин канор ки буд, мо ҳам хомӯширо беҳтараш ихтиёр кунем. нест имтиёз нест. муҳим он аст ки хоҷазода беҳрӯз дар ин раванд бештар кӯшиш кунаду иштибоҳ накунад. ой чӣ ҳолати ба амал омада ва зареро аз даст дод. Стерпу дигарбора ҳолати ба тахта пӯшт нигоҳ доштани рақибро дарёфт ва тамом, кор дар замин хотима ёфт. вазари дошт, вазари авесети. ба ҳамин тарзи майдондорӣ нерӯсанҷӣ акнун вазари буд, вазари авесети ипон ва рақобат барои хоҷазода беҳрӯз натиҷаи дилхоҳ ба бор наовард ва паҳлавони мо аз нерӯсанҷиҳои 1/16 ниҳоӣ муваффақиятро моли худ кардан натавонист ва аз идомаи мубориза маҳрум мешавад. İkinci kademede 73 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida erkaklar tashkil qiladi. Oltibekida Chingizxon Sayfuladiyev, Qirg'iziston. Bir kilogida Manuel